سلام و صد تا سلام به شما بچه های گلم. حالتون چطوره خوشگلای من؟ خوبید؟ سلامتید؟ امیدوارم منتظر شنیدن قصه بعدیمون بوده باشید. اسم این قصه‌مون همینطور که میبینید هست از تخم مرغ تا جوجه. ما هم که متاسفانه جوجه واقعی نداشتیم که اینجا ازش استفاده کنیم و توی این قصه‌مون باشه و شما ببینیدش، امروز اومدیم با کمک باران یه دونه کاردستی جوجه خیلی بامزه درست کردیم. اگه شما هم دوست داشته باشید روش درست کردنشو حتما بهتون یاد میدیم. خب بریم ببینیم داستان امروزمون چیه؟ در یکی از روزهای فصل بهار یا تابستان، وقتی خورشید خانم از خواب بیدار میشه و زمین رو روشن میکنه، مرغ حنایی قصه ما از لونه بیرون نمیاد و روی تخمهایی که گذاشته میخوابه تا تخمها گرم بشن و جوجه های کوچولو از توی اونها بیرون بیان. به این مرغ کروچ میگن. مرغ کروچ صداش تغییر میکنه و خیلی کم غذا میخوره. برای اینکه تخم‌ها گرم بشن، مرغ پرهاشو پف میکنه تا گرمای بیشتری به اونها برسه. در این مدت کشاورز آب و غذای کافی نزدیک لونه مرغ میذاره و لونه اونو تمیز میکنه تا مرغ مریض نشه. مرغ مادر هر چند وقت یک بار تخم‌ها رو با نوکش جابجا میکنه تا همه جای اونها گرم بشه. مرغ مادر باید 21 روز روی تخم مرغ‌ها بخوابه. بعد از 21 روز جوجه ها با نوک کوچیکشون پوسته تخم مرغ رو میشکنن و بیرون میان. ممکنه بعضی از تخم مرغ‌ها خراب شده باشن و به جوجه تبدیل نشن. وقتی مرغ مادر غذا پیدا میکنه با صدای بلند قدقد میکنه و جوجه های کوچولو رو صدا میزنه تا بیان و دونه بخورن. جوجه ها خیلی گرسنه هستن. جیک جیک کنان به دنبال غذا میرن. جوجه ها خیلی کوچیکن، نمیتونن از خودشون مواظبت کنن. به همین خاطر مرغ مادر مراقب اونهاست و اگر حیوانی به جوجه ها نزدیک بشه با سر و صدای زیاد و یا نوک زدن اونو میترسونه تا از جوجه ها دور بشه. شبها که هوا تاریک میشه و مرغ با جوجه هاش به لونه برمیگرده، جوجه ها زیر شکم مرغ جمع میشن و اون پرهای نرم خودش رو مثل پتو روی اونها میکشه تا خوب بخوابن و مریض نشن. بچه ها تا حالا جوجه های رنگی رو توی بازار دیدین؟ به این جوجه ها جوجه ماشینی میگن، چون به جای اینکه مرغ روی تخم ها بخوابه تا گرم بشن، اونا رو توی ماشین جوجه کشی نگه میدارن و بعد از اینکه جوجه ها به دنیا اومدن اونا رو رنگ میکنن. این جوجه ها خیلی ضعیف هستن و احتیاج به مواظبت زیادی دارند. بله بچه های عزیزم، این هم از این قصه‌مون.
امیدوارم چیزای خیلی زیادی از این داستان یاد گرفته باشید. اگه از این قصه هم خوشتون اومد حتما واسم کامنت بذارید. دوستتون دارم بچه‌های گلم. تا روز دیگه و قصه دیگه، خدا نگهدار.